به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان عزیز، رسیدیم به برنامه دیگری از قصه صحابگان گرامی قدر و در حلقه امروز انشاءالله مهمان ما صحابه دیگر که نامشان عمرو بن جموح است صحبت خواهیم کرد. یک جمله تاریخی است در اطراف این صحابه گرامی که می فرمایند شیخ عزم على ان یطأ بعرجته الجنه، پیرانسالی که می خواست با پای لنگ خود در جنت قدم نهاده باشد. این یک قصه زیبایی را دارا هست و بسیار هم قصه تأثیر بخش است و چگونه مسلمان شدنش در این قصه بیان می شود. حضرت عمرو 3 فرزند داشتند و از اهل مدینه هستند و یکی از سرداران قبیله سلمه هستند که سردار یک قبیله بودند و در زمان جاهلیت پیش از اسلام اونها بت می پرستیدند و سرداران اهل مدینه و از اهل مکه هم به خود یک بت‌های خاصی را داشتند که هر زمانی که غم و اندوه به سوی آنها می آمد همون بت خود را عبادت می کردند، از اون بت خود کمک می خواستند و این حضرت عمرو به خود یک بت را داشت که نامش منات بود. در روزهای سخت خود نزد او آمده مراجعت می کرد و از او کمک می خواست و زمانی که اسلام عزیز به مدینه منوره رسید و یکی از داعیان، کسانی که مردم اهل مدینه را دعوت کرد، حضرت ابن عمیر بود که او اهل و عائله عمرو را دعوت کرد که این حضرت عمرو از 3 فرزند داشتند. وقتی دعوت کرد حضرت مصعب آنها ایمان آوردند و همچنین همسر حضرت عمرو هند ایمان آورده بود، اما از ایمان آوردن فرزندها و همسر خود حضرت عمرو خبر نداشتند. همسرش و فرزندها میخواستند که پدرشان ایمان آورده باشد و تا اینکه اگر رفت و به ایمان از دنیا بگذرد در آتش دوزخ نسوخته باشد، بسیار هم کوشش میکردند که پدرشان هم هدایت یافته باشد. حضرت معاذ که فرزندشان است کوشش میکرد که با پدرش از دین خداوند چیزی رسانده باشد، لیکن حضرت عمرو به سوی همسرش یک روز چنین گفت که فرزندهای خود را نگذار تا با مصعب ابن عمیر واخوری کنند، مبادا که آنها را به سوی اسلام دعوت کند و مسلمان شوند. و خبر نداشت که فرزندهایش ایمان آوردگی هستند و همچنان همسرش. اما یک روز همسرش گفت که نمی شود که همین کلمه هایی که چند کلمه را که معاذ فرزند ما می داند از اسلام برای تو رسانده باشد، یک بار او را گوش بده. و وقتی که این سخن را گفت خیلی هم غضبناک شد حضرت عمرو و گفت که آیا فرزند ما ایمان آورده است به این نفری که در مدینه آمده است، به پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ یعنی همسرش گفت که نه، ایمان نآورده است، لیکن چند جمله از او می داند. گفت که او را نزد ما بیار، نزد ما بخوان. وقتی که او را خواندند و پدر یعنی حضرت عمرو به سوی فرزندش گفت که از دین خدا، از محمد صلی الله علیه و سلم شنیده استی، به ما بخوان. و حضرت معاذ فرزندشان شروع کردند همین سوره فاتحه را از اول تا آخر خواندند. پدرشان چنین گفتند که اینقدر جمله های زیبا گفتند، دیگر جمله هایی که بر این پیامبر نازل شده است آیا چنین است؟ حضرت معاذ گفتند که از این هم زیباتر هستند. در این حالت که قرآن را خواندند، قرآن یک معجزه هست که در نزد هر نفر خوانده شود اون نفر خوشحال می‌گردد، یک چیزی در داخل دل خود جای می‌دهد و حسیات این است که فهمیده می شود که این یک جمله، یک کلام عادی نیست، بلکه یک کلامی است که از جانب خداوند فرستاده شده است. و در این حالت از این فرصت استفاده برده حضرت معاذ فرزندشان پدرشان دعوت کردند که به اسلام مشرف گشته باشند، مسلمان شوند. اما پدرشان در جواب گفتند که من از همون بت خود که خاص یک بت داشتند نامش منات،
پدر گفت که من از همون مناط خود پرسیده باشم، اگر اجازت دهد من مسلمان می شوم. فرزند خیلی فهمانید که پدر این یک چوب است، نمیتواند برای تو فایده و ضرر آورده باشد. اما پدر گوش نداد و رفت با همون بت خود، با همان مناط خود صحبت میکرد و محبت زیاد به همان بت خود داشت و فرزندان این را میدانستند. کوشش کردند که یک راه را استفاده کنند تا پدرشان دانسته باشد که این صاحب فایده و ضرر این بت نیست، یعنی تنها خداوند است که برای انسان کمکگر است. و کوشش کردند که پدر خود را فهمانده باشند و شب وقتی شد همان بت پدر خود را برده در پرتابگاه پرتافتند و زمانی که صبح شد عمر میخواست که بت خود را پیدا کند، پیدا نکرد. وقتی که کافت و کاب کرد دید که در پرتابگاه پرتافته شده است و او را گرفته بسیار شستشو داد، خوشبویی کرد، آورد و در جای خود گذاشت. روزهای دوم هم چنین کردند، باز هم می آمد بت خود را پیدا نمی کرد و او را از پرتابگاه پیدا می کرد. دیگر کار تا جایی رسید که غضبناک شد و در گردن همان بت خود شمشیر خود را گذاشت. گفت که از خود دفاع کرده باش، از خود دفاع کن. در روز دیگر هم آمد که دید بت خود را دید که در پرتابگاه پرتافته شده است، حتی با یک سگ مرده شده در یک بند بسته شده است. در همین زمان دیگر از سیدها سرداران مدینه نزد او آمدند و دیدند که بت اون با یک سگ مرده بسته شده است و اشاره به اون کردند که این فایده آور نیست، یعنی صاحب فایده و ضرر نیست. و در همون حالت سرداران مدینه نفران سردار بودند، دعوت کردند او را که به سوی خداوند بازگشته باشد، از عبادت این بت دست کشیده باشد. در این حالت، در این ساعت دید که بتش خودش را دفاع کرده نمیتواند و گفت که قسم به خدا اگر تو فایده و ضرر آورده میتوانستی تو خود را دفاع کرده میتوانستی، اما تو خود را دفاع کرده نتوانستی و بت خود را همون جا گذاشت و مشرف شد به اسلام و نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده ایمان آورد. در این اشاره سعدی بزرگوار یک دو مثل شعر زیبا دارد که میفرماید بوته که برارد محمات کس، نتواند کس خود براند مگس. اگر بت مهمات یعنی مهمها، کارها و مشکلهای کسی را برآورده میتوانست، حتما که همان مگسی که در بالای بت می نشیند همون را از خود دور کرده میتوانست. اما بت که صاحب فایده و ضرر و به کسی کمک و به کسی ضرر رسانده نمیتواند. خلاصه کوشش فرزندان این بود که پدر خود را به سوی اسلام دعوت کنند و الحمدلله که موفق شدند و پدرشان مشرف به اسلام عزیز گشت. و چنین میگویند مورخین که حضرت عمر در پیش از اسلام هم یک مرد سخی بود. وقتی که به اسلام مشرف شد باز هم سخیتر شد، باز هم صدقات و خیراتش زیاده گشت. و شجاعت این را ببینید که با این که پایشان میلنگید یک علت داشتند و عمرشان از 60 بالا بود. زمانی که در مدینه جنگ اعلان شده بود با مشرکین مکه، جنگ بدر، میخواست که با پیامبر صلی الله علیه وسلم در این غزوه اشتراک کرده باشد، اما او را نگذاشتند. و زمانی که غزوه دوم، غزوه احد شروع شد، باز هم نخواستند فرزندان که او را به غزوه روان کرده باشند به خاطر که پایش میلنگید. اما نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، گفت یا رسول الله من میخواهم که با شما اشتراک کرده باشم و دعای من این است که خداوند مرا شهادت نصیب کرده باشد. و زمانی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسان شدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم برایشان اجازه داد و برای فرزندهاشان فرمود که دعوه، بگذارید پدرتان در این غزوه اشتراک کند، لعل الله یرزقه الشهاده، امکان دارد که خداوند او را برایش نصیب کرده باشد شهادت را. و چنین هم شد. زمانی که در جنگ احد، در غزوه احد اشتراک میکرد، با یک از فرزندهای خود در این جنگ خیلی استواری نشان داد و به شهادت رسید. دوستان عزیز، از این قصه چند چیز میشد آموخت. یکی این که سخاوتمندی که از این صحابه گرامی، دوم این که ببینید که با این که 60 سال داشت، از 60 سال بالا عمرشان به پیرانسالی رسیده بودند،
بالای این هم کوشش کردند که در دین خداوند یک کمک کرده باشند و برای ما درس است که باید ما به سن و سال خود ننگریسته باشیم، بلکه کوشش کنیم که بر دین خداوند یک کمک را کنیم. این برای ما بسیار یک درس بزرگ است که از این می توانیم این آموخت. دوم این که ببینید با این که باز هم پایشان می لنگید به این نگاه نکرده در راه خداوند استواری نشان دادن. من و شما هم باید برای دین خداوند به هر راهی که می توانیم، به علم است، به مال خود است، به کوشش خود است، به سخن خوب است، در این دین خداوند یک کمک رسانده باشیم تا اینکه بعد از مرگ ما هم نام ما زنده باشد و هم فرزندان ما از علم و از خدمت ما استفاده کرده باشند و هم نزد خداوند سربلند باشیم. خداوند یکایک من و شما را نگهبان باشد و شجاعت و غیرت و ایمان صحابه خدا از این ما را کمی نصیب کرده باشد و یکایک شما را به الله منان می سپارم تا درس های بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.